سلام علیکم، با کانال فاطمه تیوی خوش آمدید میگویم. امروز من چپاتی میکنم این نانی کلان. من شیر دلیتر شیر گرفتم گرم کردم. شیر اگر پزانید مزه نمیکنه. شیر باید گرمک، همین شیر گرمک باشه. اوی گرم اگر یخی روی نباشه اوی گرم کردی وای کنیدون. شیر بسیار پخته روی نکنین، شیر مزهش نمیبره. کلچه هم کدنی میشه، چی هم کدنی میشه، گرمه کنین. این باید نپزه شیر. این دراش ارد نمیقه تماما روغن نمیدوزم، چونکه این چپاتی هیچ نمیکنه روغن دوختنده. خیلی تندری هم نباشه، مثل چپاتی میده میشه رو. این با ما باشید تماشا کنید. این من خمیرش شوریدم. این 4 کیلو بعد یک 20 minut خمیرش میبیایه با پختن سر میکنم. این 25 دقیقه گذشت، 25 minut خمیر ما رسید. ملایم شدگی خمیر ما خوش رو. اما میده میده زولچه میگیریم. چپاتی بارین اکه در تندر هم نپزید، مثل چپاتی میشه، میده هم باشه. چپاتی مادری میشه و با گرد زوره. چپاتی هم چکدی خیلی زوره که اکه زولچه میگیرم من. این خمیرو من زوله کردم موندم. اینه زوله موند یک 5 minut دم خره خچخش رو سر میتید میکردن شروع گاز مونو در گرونده موندم تسبیده بیسته. اینه من یک تشه تنه کردم. انا که لیست مونو میگیرم، در لیست کمتر ارد میجوشم. اینه دوستان عزیز دیدین چه خوش رو آمده تگشتر تگ لیست مونو کمتر ارد میشه بیم. مثل چپاتی میبیایه و خیلی تندری هم نباشه، خیلی دایی غریبی میشه. شما هم کرده بینید تو. ایشه گرفته میمونم باید تای دیگه میمونم. اینم هم باید تای دیگه موندم. ببینید تو نکرده موندگیم. اینه دوستان عزیز چپاتی با پختم ماش. نمیقه چپاتی پختم. اگه تندری هم نشود دایی غریبی گازی ما کلونه خیلی میشود. همین خیلی که ما در غریبی چه خیلی تندر نباشه میگیریم در گاز میپزیم. اینه که نمیشه تراش هم کنم چونکه هم با نان پختستم. اینه من بسیار وقت در شاورمای همی کار میفرمانم میکنم. شاورمای خونگی کردنم ده. این بسیار وقت ایره یگان وایده خام شوربا میکنین، یگان چی میکنین و شوربا هم با مزه میره چپاتی. این من با مستوه چپاتی منه با مستوه میخوریم چکه دختر. این چپاتی که دی هم با مزه میره و شما هم کرده بینین پشیمان نمیشوین. در ویدیوی ما عبور نشوین، دستگیری کنین تا ویدیوی آینده را در پناه الله باشین.